ما هم باشید ببینیم آمریکا 70 سال پیش تکنولوژی روی ماشین‌های جنگیش به کار برد. این سیستم جلوبندی دوبل جناحی مال 70 سال پیش واقعا یه چیز خیلی جالبیه که یه سواری نرم و هندلینگ عالی بهتون میده. داخل کاپوت یه دستگاه‌جوش براتون گذاشتم، یه اینورتر براتون گذاشتم، یه دینام قولپیکر و سیستم سیمکشی واترپروف. این وایرها واترپروف، سیستم واترپروف. این داخل ماشین کروز کنترل براتون گذاشتن، این کروز کنترلشه و این موتورهای برف‌افکنی که با پنوماتیک کار میکنن. اگر هم از کار بیفتن این اهرم‌ها رو براتون گذاشتن که به مشکل نخورید. و چراغایی که کلاژ داره. این چراغ کلاژ داره برای اینه که توی جنگ شما حواستون نباشه دست بخوره چراغات روشن شه مکانت لو بره. این کلاژ رو باید بگیرید تا این چراغات رو بتون روشن کنید. و در آخر و انتهای ویدیو این پریزه که برق 220 ولت بهتون میده، از اون اینورتر کشیده شده. و اینکه یه جایی هندل عقب ماشین، حتی جلوی ماشین هم داره.